بچه چنل یوتیوبم، مرسی که حمایت کردین از ویدیو قبلی. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا که هستید. این حمایت شما انگیزه شد برای من که من ویدیوهای بیشتری بسازم و بیشتر تلاش کنم برای هم کیفیت تصویر، هم ادیتایی که رو ویدیو میخوره و تمام چیزایی که باید بخوره. بعد ویدیو قبلی یادتون باشه که چی بوده دوباره بریم ببینین که چه اتفاقی افتاد، چی بود. حالا میدونم که نصب دوربین و پروژه های پرهام نبود، اشکال نداره. بعد اینکه امروز دارم دوباره میریم مغازه ساعت 8 صبح الان، بریم ببینیم که امروز چه اتفاقی قراره بیفته. و اینکه امروز 100% ما حتما یه پروژه داریم. اصلا نمیشه که شنبه صبح ما پروژه نداشته باشیم. بعد اینکه بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. امروز یکی از بچه‌های جدید به گروهمون اضافه میشه که رونمایی میکنم حالا رفتیم مغازه ازش و اونا همکار ماست تو نصب اونا همه چی هست. ببینیم که چه اتفاقی میفته. تا آخر ویدیو باشید که ببینیم چه اتفاقی میفته. بریم تو تصویر بعدی. دوستان عزیز، دارم میرم وسیله بگیرم برای نصب امروز. بعد گفتم که قبلش این ویدیو رو بگیرم. بعد که گرفتم حالا تو ماشین توضیح میدم که چیه، به چه کار میره، برای چه کاری هست و کجا استفاده میشه، اصلا برای چیه و اینا. و عرضم خدمت شما که گفتم ویدیو رو بگیرم که فعلا چیز وسیله نخرم، ماشین خالیه تا بعد. خب همونجوری که بتونم وسیله ها رو میخوام بگیرم، میدونی ای باکس گرفتیم یا همون پلیکربنات، باکس پلیکربنات مثلا 20 در 35 داره، 35 در 40 داره، همچین چیزی که برای اینکه سویچ توی این قرار بگیره. سویچ ها که بهتون توضیح داده بودم، ببینید همچین سویچ هایی میبینید مدل مختلف داره که یکم تخصصی تر بشه. مثلا میگن که آقا 100 یا گیگ، یعنی سرعتی که انتقال دهنده آپلینکش میخواد باشه یا خود سویچ بخواد هر پورتش باشه. بعد اینکه به 4 تا مدل داریم ما اینجا. 4 تا مدل مثلا فرقشون چیه؟ مثلا یکی کل پورتاش 100 یا معمولیه، 2 تا پورتایی که آپلینکش گیگه یا 1000. این از این پایه موشکی گرفتیم یا همون کم باکس دامفیس که دوربین میخوره اینجاش، اینجوری رو دیوار نصب میشه. حالا من بهتون امروز نشون میدم. بعد یک کابل شبکه لگرند گرفتیم، تو تصویر میفته یا نه، من اینو بهتون نشون بدم. ایناش کابل لگرند گرفتیم شبکه برای تصویر که این بحث شبکه هست این کار. بعد داکت گرفتیم که نگهدارنده ثابت سیم روی دیوار، حالا رو هر چیزی. همین دیگه. بریم تا برسیم سر پروژه و ببینیم چی کار میشه. خب دوباره اومدیم، نوردمون به جمعمون اضافه شده. داریم میریم یه جایی که کارخونه گچ خیلی بزرگیه، قبلا کارش انجام داده بودیم، الان داریم دوباره میریم کارش انجام بدیم. بعد همین دیگه، قبلا کار دوباره ما انجام داده بودیم، میخواد اضافه بکنه. اینجوری روش میاد. بریم تو پروژه که چی میشه. سویچ ها همه هست، لگرند کابل هست، داکت هم هست. حالا تو محیط کار من دوباره بهتون توضیح میدم که چجوری نصب میشه و چیکار میشه کرد و اینا. بریم که داشته باشیم روز خوب و نصب. اون کارخونه گچ یه سول اون بالاه، یه سول هم اینجا. خب بریم تو بریم چه خبره. آقای کیانوش غایبی مهندس کرام‌الدین، حال آی پی دادن، دوربین تحت شبکه و تصویری که از قبل کار کردیم. توضیح آقای کرام‌الدین. گفتم این کم باکس برای نصب پیچ یه همچین شکلی داره، یه همچین صورتی باید بسته.
این رو دیوار قرار میگیره، اینجوری باید میسته. یکی از نصب‌های حرفه‌ای قدیمی رو میبینیم که لنت کردن آداپتور بخوره دوربین. چقدر زیبا واقعا، چقدر زیبا. یه نصب خیلی مسیقه اینجا داشته باشیم ما. بزن بره ولش کن. خب کلی دارم همونطور که گفتم برای سوکت زدن 8 سیم داریم اینجا که به ترتیب حالا کنارم چیده میشه بعد سوکت میخوره. اوکیانش به این روش میره تو. حالا اینو میانگذره یه همچین شکلی که اینجا کات میشه بعد اینجا هم پانچ میشه بسته میشه. به این صورت پانچ میشه بعد میشه آماده برای نصب دوربین. این نصب کردیم براشون فعلا. یکی اینجاست، اینو باید درست بشه که دوباره یکی دیگه اینجاست. میریم تو که از اینجا رد شده اومده، یکی دیگه هم اینجا نصب شد. میاد توی آزمایشگاه، یکی تو آزمایشگاه رد شد، یکی دیگه این برش. بچه عزیز هنوز کارمون تموم نشده. خواستم یه صحنه خیلی قشنگ رو بهتون نشون بدم. غروب خورشید رو علمش کردیم، اشکال نداره پس سرتون. بعد اینکه آخره کارمونه یه روش 8 تا 9 تا دوربین آیپی رو هست کردیم امروز. کارش تموم شده. دوباره من بهتون نشون بدم بتونید نمای دیگر کارخونه اینجوریه. حالا آخر سر یه فیلم دیگه براتون بارگذاری میکنم که توی همین از تمامی مجموعه همه موضوع شده مسئله من. به به ببینی بچه های یوتیوب که چه غروب آفتابیه. فقط همین چه غروب آفتابیه. تو استیکرام همه خاطمات نیست از خدا اینو لعنت کنن. ولش کن مهم نیست. ساعت چنده؟ ساعت 5 و 13 دقیقه است. ما از حالا 10-11 کامران اینجا الان دیگه آخرای کارمونه. یکی از دوربینایی که نصب شد اینجاه که حالا یه دارت میخوره اینجا. هم دارت نه یه دارت میخوره که میگه به سمت بالا پشت بسته میشه. ای باکس هم خورده یه دارت میخوره جو به سمت پایین که برق از پریز گرفتیم. بعد که اون دارت مارکتا همه میره تو. یه دونه دوربین اینجا نصب شد. بعد دوربین دیگه اینجا دوباره یه دارت میخوره بسته میشه یکی این. و این درش اگه باز باشه که میبینیم که به به دوربین اینجا که آیارش فعال شده. حالا من باید روشن بکنم که آیارش خاموش بشه. یکی دیگه هم اینه که باید درست بشه. همینه. تصویر هم آماده. حالا تا اینجا دوربین وصل یعنی 16 دوربین وصل بود که ما بقیه هم یا 8 تا دوربین اضافه کردیم. یعنی میشه 2 4 6 8 تا درست کنه. که یه سری تو محیط خود اینجا یعنی کنترل کیفیت رو اینجا چیزا استفاده کنه اضافه شد. یکی دیگه هم توی انبار بالا. و بذار من این کیفیت رو نشون بدم موقع شب. بعد تلویزیون نیست که بخواد کیفیت رو اونجوری ببینید. کنار رو ببینید تازه شبه الان. بعد این تلویزیون نیست که بخواد رزولوشن تمام شده نشون بده. اینه تو اینکه من به شما نشون بدم اینو ببینید. اما کیفیت ما اینجا داریم ببینید بازم 30 فریم پیکسل یعنی 30 FPS یعنی فریم پیکسل بر ثانیه یا عکسی که تو هر ثانیه بر ما میگیره. بعد ما رو 60 نمیداریم چون تلویزیون نمیکشه این کار بخواه انجام بده. یا دوربین هم همه صدا دارن، همه صداها رو ضبط میکنن. همین هیچ خاصی دیگه نمیمونه. کیفیت بالایی دارن اینا. ببینید شما خودتون کیفیت خیلی بالایی داره. دوربین داغون 4 مگاپیکسله.
ویدیو صدا داره که صدا رو ضبط میکنه و همین دیگه چیزی دیگه نمیمونه تا پروژه امشب ما و تا بریم که من وسیله محصوله رو بذاریم مغازه و دیگه چیزی دیگه نمیمونه. پس یه بار دیگه مرور میکنیم که از صبح چی کار کردیم. ما صبح اومدیم رفتیم وسیله جمع کردیم، چه چیزای سویچ حالا رک که قبلا نصب شده بود، اما باکسی که بهتون گفته بودم رک که قبلا نصب کرده بودیم براشون که تو در رکین امبیار، حالا که امبیار یه هارد وجود داره که حالا هر چند ترابایت که میخواد ببرم نداره، حالا واسه خودشونه. بعد از این خدمت شما که همین دیگه چیز خاصی دیگه نداره. حالا سیمه که یه سوکت دیگه، حالا اون هم بازم توضیح دادم بهتون توی چی اینجا. بعد یه مانیتور میخوان یا تلویزیون میخوان که برای نصب باشه یا اون دیوار نصب باشه یا سیار باشه، حالا ما اینا چون خودشون داشتن و دیگه با خودمون نمیبردیم. همین چیز خاصی دیگه نمیمونه. مرسی که سابسکرایب میکنین منو و تا اینجای ویدیو همراه من بودین. خیلی ممنونم ازتون. نبینید من اینقدر آشفتم، من سرنصب بودیم دیگه، امروز خسته. گفتم که یادتون نره که ویدیو قبلی ما رو ببینید توی چنل یوتیوبمون هست که تازه بارگذاری شده. بعد ما از 8 صبح تا الان ساعت دور بر فکر کنم 6 اشتباه اگه نکنم، از 8 صبح تا الان سر کار بودیم، چه خوردیم تو ماشین جلو کردیم. همین دیگه. دم شما گرم. لایک و سابسکرایب و کامنت انرژی رو بدین که برای ولاگ بعدی یا ویدیو بعدیمون انرژی داشته باشیم که تولیدش بکنیم یا به قولی که خلقش بکنیم. دم شما گرم. مرسی بچه‌ها. چاکس.